سلام همه ستونا. امروز می‌خوایم روش غربال تو عدد اول رو بگیم. اکثرتون روش غربال رو بلدین بچه‌ها، می‌دونین که اول عددی که در واقع اول نیست رو خط می‌زنیم که یکه، بعد دو اوله، ولی مضربای دو رو همه رو خط می‌زنیم. یعنی تمام اعداد زوج رو همه رو خط می‌زنیم. من برای مثال از 1 نوشتم تا 84 بچه‌ها. طبیعتاً نصف اعداد همیشه زوجن. درسته که ما دو رو میگیم اولی ولی به جاش یک رو خط زدیم دیگه. پس تو مرحله اول نصف همه اعداد میره. یعنی 84 تا داریم 42 تاش خط خواهد خورد. اگه هم 100 تا داریم 50 تاش خط می‌خوره. اینجور سوالا پیش میاد ازتون میپرسن 23مین عددی که خط می‌خوره چه عددیه؟ خب اگه این عددی که گفته از نصف تعداد اعداد کمتره که هست، نصف اعدادمون 42 تاست دیگه. 23مین که خط می‌خوره پس یه دونه مضرب دوه. اعداد زوج رو چجوری نمایش میدادیم؟ دوه. به همین راحتی 2 ضرب در 23 میشه 46. در واقع عدد 46 23مین عددیه که خط می‌خوره. یا مثلا ازتون میپرسن 45مین عددی که خط می‌خوره چنده؟ اینو حتما باید بدونیم بچه‌ها. تو مرحله اول که عدد زوجن نصف اعداد میره، 84 تقسیم بر 2 میشه 42. پس 42 تا عدد رفته، حالا میگه 45مین. فاز بعدی چیه؟ مضربای 2 رو هست که بریم سراغ مضربای 3. مضربای 3 زوجاش هم رفته، حواستون باشه. مثلا 6 رفته، نمیدونم 12 رفته. ولی 9 هست، 15 هست، 21 هست. همینطور که ببینید 6 تا 6 تا داره میره جلو. پس من براش الگوی عددی می‌نویسم 6n به علاوه 3، چون اولی که خط می‌خوره 9 دیگه. 45مین عددی که خط می‌خوره میشه چی بچه‌ها؟ 42 تا تو مرحله عدد زوج رفت. پس سومین عددیه که تو مضارب 3 خط می‌خوره. کافیه به جای n بذارید 3. 3 6 تا 18 و 1 3 میشه 21. پس 45مین عددی که خط می‌خوره در واقع سومین مضرب 3 میشه 21. دقت کنیم بچه‌ها، چند تا عدد تو مرحله مضارب 3 هست میشن؟ گفتیم تو مرحله در واقع عدد زوج مضرب 2 نصف اعداد میرن. مثلا تو مثال من 84 و 42 تاش رفتن. چند تا مضرب 3 میره؟ کافیه که 84 رو تقسیم بر 6 بکنیم که خارج قسمت میشه 14 بچه‌ها. هر عددی دستمند یکی هم ازش کم کنیم. 13 تا عدد هم تو مرحله هست به مضارب 3 از بین خواهد رفت. حالا از ما میپرسه 57مین عددی که خط می‌خوره چنده؟ 42 تا تو مضارب زوج رفت، 13 تا هم تو مضارب فرد رفت که میشه رو هم دیگه 55 تا. پس 57مین میریم سراغ مضارب 5. باز دقت کنید مضارب 5 یه سریش که مضارب 2 بودن، مضارب 3 بودن حذف شدن. برای پیدا کردن مضارب 5 تو عددهای اولی که مساوی بزرگتر از خود 5 فقط ضرب میشه. یعنی 5 ضرب در 5، عدد اول بعدی 5 ضرب در 7، بعدی 5 ضرب در 11، 5 ضرب در 13 و الی آخر 5 ضرب در 17 و الی آخر. پس برای پیدا کردن مضارب 5 فقط اون که عدد اول توش ضرب شده. حالا 57مین عددی که خط می‌خوره 55 تا قبلا رفته بود، 42 تا تو مرحله زوج، 13 تا تو مرحله 3. پس میشه دومین مضرب 5 دیگه، این دومین. پس جوابی میشه 35. یه تیپ دیگه سوالا اینطوری میگن عدد 52 چندمین عددیه که خط می‌خوره، برعکس قسمت‌های قبلیه. بچه‌ها 52 مضرب چیه؟ خیلی ساده دیگه، مضرب 2. پس از همون فرمول 2n استفاده می‌کنم، مساوی 52 تقسیم به 2 n میشه 26. پس 52 26مین عددیه که خط می‌خوره. اینجا پرسیده 75 چندمین عددی که خط می‌خوره. 75 مضرب چنده بچه‌ها؟ درسته مضرب 5 است ولی ما از اول شروع می‌کنیم. مضرب 2 هست؟ نه. مضرب 3 هست؟ بله دیگه. 75 میشه 12 مضرب 3 هست. پس باید تو مضرب 3 دنبالش بگردیم بچه‌ها. میام رابطه رو می‌نویسم. رابطه برای مضرب 3 بود 6n به علاوه 3. اینو مساوی 75 قرار بدید. این 3 بره اونور، 72 تقسیم بر 6 n میشه 12. حواستون باشه 12مین مضرب 3 که خط می‌خوره. قبلش هم 42 تا مضارب زوج رفته بود، 42 با 12 میشه 54مین عددی که خط می‌خوره. اگه عددی که دادن نه مضرب 2 نه مضرب 3 نه مضرب 5 رفته هفته، بریم طراح سوالو کتک بزنین دیگه، حتما مریضه.